یوگا چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از من و بهار. امروز هم اومدیم با مود DMZ کالا. یه مودی تازه آورده. به این نوع مودا میگن مودای اکسترکشن، یعنی مودایی که شما میرین داخل لوت میکنین و با لوتتون برمیگردین بیرون. و این نوع مود بازی ها محبوب نبود، مثل این که این چند وقته خیلی محبوب شده یه دفعه که حتی پابجی من هنوز خیلی چرت و پرته. پابجی هم یه همچین مودی رو به بازی خودش اضافه کرده. و اینکه کال آف هم الان دقیقا همینطوریه. شما میایین با دوستاتون، نهایت تا 3 نفر از دوستاتون میتونین با هم دیگه برین مچ رو پلی بدین. حالا یه لوتی خود بازی در اختیارتون میذاره، اسلحه، شیلد، زره، اینجور چیزا با خودتون میبرین و اینکه داخل مچ هرچی که لوت میکنین و میارین و میفروشین و اینکه با پولی که به دست میارین ست خودتون رو آپدیت میکنین، آپگرید میکنین، هرچی راریتیش بره بالاتر خیلی بهتره. بعد اینکه حالا امروز گفتم که این مودو برای اولین بار من و بهارم میخوایم بازی کنیم، چون بهار اصلا این مودا رو تا حالا بازی نکرده. بعد حس میکنم یه چالش سختیه براش، مگه نه؟ هم مزخرف‌ترین مودی که میتونه توی یه بازی باشه میتونه این مود باشه. من از یه بازی دیگه فرار کردم، کال آف صاف اومد اینو گذاشت داخل خودش. یاره دقیقاً از یه بازی دیگه یه چند وقت بود ما اونو بازی میکردیم، واقعا از اون متنفر بود. بعد اینکه حالا اینجا این صفحه‌ای که الان داریم میبینین رو بخوام بهتون توضیح بدم، اینجا جاییه که اکثر اتفاقا اینجا میفته. حالا از بالا سمت راست که بهتون بخوام بگم پوله که در اختیارتون گذاشته. اون دوتا گزینه هم مارکت های بازی هستش، مارکت و استوریج بازی. یعنی اینکه شما وقتی این استوریج رو بزنین اینجا اسلحه و چیزهایی که در اختیارتون داره، چیزهایی که دارین و اینجا میتونین نگاه کنین. بعد اینکه خب طبیعتا 2 تا اسلحه میتونین با خودتون ببرین، یه پرایمریه یک سکندریه. بعد یه دونه وست با خود وست دارین، آرمور دارین که این خب هرچی راریتیش بالاتر باشه یعنی اپیک باشه، این الان ریره برای من، این باشه خیلی بهتره. بعد کوله پشتی و تیر و شیلد و بعد حالا در این قسمت هم میتونین حالا فرگ و مولوتوف و این چیزایی که حالا به سبک بازیتون میخوره رو استفاده میکنین بیشتر رو با خودتون ببرین و حمل کنین. فقط کافی اینا روش بزنین، خودش اونجا میزنه، کانفرمو میزنین، ریلوداتون اضافه میکنه، مثلا چیز خاصی نداره. و اینکه اینجا گزماسک میتونین بگیرین و سلف ریوایو. حقیقتش این آنتی ردیشن رو من نمیدونم چیه، بعد استفادهش هم نکردم، ولی گزماسک رو به خاطر این گذاشتن که یه بخشی از مپ رادیو اکتیویه و این رادیو اکتیو در طول بازی شروع میکنه کل مپ رو گرفتن و شما اگه گزماسک رو در اختیار داشته باشین خب بهترین لوت ها اکثرا هم تو اون لوکیشنی که رادیو اکتیوه. اگه بخواین مثلا میتونین اینو بگیرین و راحت برین اونجا، خیلی راحت مثلا میتونین عرضم حضور اون محوطه رو، اون لوکیشن رو کامل لوت کنین. و اینکه یه کی کارت داره. این کی کارت ها واسه اینه که حالا یه سری اتاقهایی وجود داره که لوت‌های بخصوص و لوت‌های خیلی خفنی داخل اونها هستن. شما با این کی کارت ها میتونین اون در اونجاها رو باز کنین و برین داخل. و اینکه یه کویک فیل هم این پایین میبینین که نوشته سمت چپ گزینه ردی. این برای اینه که حالا زمانی هست یک شخصی مثلا حوصله اینو نداره که تک تک بره تو مارکت کیت برای خودش انتخاب کنه، اسلحه، نمیدونم زره فلان اینا برای خودش یارو کنه، تو این کویک کیت میاد. و حالا اینی که فریه. بعد میتونی حالا اون 2 تا کیت دیگه پولیه، میتونین اون پولو پرداخت کنین. اون کیت به صورت آماده، الان مثلا همینطور که من بالا میزنم ببینین، به صورت آماده با چیزایی که اینجا نوشته در اختیارتون قرار داره میزنین و فقط بازی رو استارت میکنین و میرین داخل.
بعد اینکه یه مسئله بعدی هم مپ بازیه. همینجوری سمت چپ بالا وقتی که بزنین اینجا میبینین که بازی 2 مپ داره. حالا یکیش که به صورت ایونتیه که ما کار بهش نداریم، یه دونه مپ اصلی بازیه. مپ اصلی بازی همونجور که میبینین دیفیکالتی نورمال و هارد داره. تو دیفیکالتی نورمال شما میتونین با کیت های نورمال تر، با کیت های ارزون قیمت تر برین و لوت هایی پیدا کنین که خب مثلا نسبت به قیمتش مثلا میارزه، خوبه، معمولیه، متوسطه. ولی در قسمت مود هاردش شما اونجا باید با کیت خیلی خوب، با کیت های لول برین و اینکه لوت هایی که اونجا پیدا میکنین خیلی ارزش بالاتری داره. و اینکه میتونین این مودو الان اینجا سمت چپ پایین اگه نگاه کنین به صورت سولو 2 نفره و 3 نفره با دوستاتون تجربه کنین و این مود فقط اول شخصه و سوم شخص نیست، فقط اول شخصه. بعد اینم از توضیحات این قسمت که حالا برای اون دوستانی که نمیدونن قضیه چیه رو خواستم توضیح بدم. سمت چپ زیر مپو که اگه نگاه کنین یه سری تسک هایی دارین که وقتی حالا روشون بزنین اینا گفتن این تسک ها به صورت پلکانیه و همونجور که میبینین باید به صورت پلکانی اینها رو انجام بدین. و مثلا حالا یکیش اینا بهتون یه لوت های مشخصی میدن. حالا اینا مثلا اولی از سمت چپ به هم یه کیف میده، 5 تا کریت کمو میده که این کموهاش واقعا خیلی قشنگن و حالا پول همین مود دی ام زد رو بهمون میده. و اینکه خب اگه نگاه کنین نوشته که هر کدوم چجوریه و همه اینا رو باید توی یک مچ انجام بدین. به فرض مثال این نوشته که بیشتر از 10 تا تیر با خودت حمل نکن موقعی که میخوای بازی رو استارت کنی. بعد گفته زمانی که میخوای اکسترکت کنی نباید آرمورت کمتر از 150 باشه و مثلا حالا تسکای دیگه‌ای که حالا اینجا نوشته که باید انجام بدین. خب بچه‌ها فکر نکنم دیگه چیزی دیگه ای مونده باشه. بریم سراغ چرا شما یه جا انداختی؟ کجا رو جا انداختیم؟ قسمت ابیلیتی هاشو. این مود ابیلیتی داره. شما سمت چپ این پایین وقتی که بالای کرکترتون بزنین روش میبینین که 5 تا ابیلیتی برای این مود وجود داره که در حال حاضر 3 تاش باز شده. یکیش اسکاونجره که شما وقتی اینو بزنین باعث میشه که تو شعاع 5 متری خودتون هرچی انمی هست رو بهتون نشون بده. دومیش اسالتره. این مثل ریوایند و همون بتل رویاله. وقتی که بزنین 6 ثانیه شما رو به لوکیشن قبلی خودتون برمیگردونه. یعنی شما برمیگردین 6 ثانیه قبل لوکیشنی که 6 ثانیه قبل بودین. و یکی دیگرش هم مدیکاله که حکم دودو داره که تو همون بتل رویال بود. وقتی که بزنین یه دودی زده میشه و شما میتونین حالا فرار کنین، آرمور بزنین یا هر کاری بکنین. اینجا رو شما جا انداختی. حالا فکر نگات ریزی هم داره، اگه میدونی بیا اینا رو برای بچه‌ها توضیح. خب بچه‌ها مرسی از بهار خانم عزیز که این قسمت رو توضیح داد و به یاد ما آورد. بله بچه‌ها این قسمت توضیحات دیگه‌ای که داره اینه که شما یه سری اسکیل پوینت ها دارین اونجا نارنجی بالای عکس هر اسکیلی میتونین نگاه کنین. حالا وقتی میرین داخل اون اسکیل پوینت به چه درد میخوره؟ هر کدوم از ابیلیتی ها شاخه شاخه میشه و اینکه میره و چند تا ابیلیتی دیگه هستن که اون ابیلیتی رو براتون آپگرید میکنن، یعنی بهترش میکنن براتون. و اینکه خب اول اینکه اینو بهتون بگم بخواین هر کدوم از شاخه ها رو باز کنین باید اکسترک موفق داشته باشین، یعنی باید سالم بیاین بیرون. با لوتتون که رفتین باید سالم برگردین بیرون و نمیرین. این کار باعث این میشه که یه پوینتی میده که اینجا اگه نگاه کنین که نوشته اسالتر زیرش نوشته لول 3، اینجا بهتون یه پوینتی میده، این لولش میره بالا. و بالای اسکیل تری اگه نگاه کنین این درخت اسکیلیش ها رو نگاه کنین نوشته 0 6 12 18 و 24. اینا لول همین ابیلیتی تون هست که وقتی اکسترک موفق داشته باشین و میاین بیرون اینا هر کدوم از این اسکیلا رو براتون آزاد میکنه. و اینکه حالا شما با داشتن اسکیل پوینت میتونین این اسکیل ها رو که تا 5 تا لول هم دارن آپگرید کنین. الان به عنوان مثال من توی اسکیل اسالتر که هستم، حالا بهار خانم که گفتن مثل همون ریوایند بتل رویال میمونه، اولین ابیلیتیش گفته چی؟ اولین ابیلیتیش گفته که آقا شما
من میام اگه اینو بخرین ریکویل ورتیکال اسلحه‌تون رو تا 4% کاهش میده، یعنی همینی که سر اسلحه میره بالا. یعنی این باعث این میشه که شما کنترل بیشتری رو اسلحه‌تون داشته باشین، رو رایفلتون داشته باشین. و اینکه نکست لولش اگه نگاه کنین نوشته که لول بعدی از 4% به 8% میرسه. و خب مثلا الان من الان یک دونه اسکیل پوینت دارم، وقتی بزنم اینجا آپگرید کنم میبینین که لول 2 شد و اسکیل پوینت منم اون بالا سمت راست 0 شد. بعدش گفته چی؟ بعدش مثلا گفته که خشابتون یا خشاب خالیتون رو 5% با سرعت بیشتری ریلود میکنه، یعنی سریعتر خشاب عوض میکنین. و بعدیش هم گفته که سویچ بین اسلحه‌تون، یعنی اسلحه اول و دوم رو تا 5% بیشتر میکنه وقتی که خشابتون کم باشه. یعنی سریع اسلحه رو عوض میکنین میرین رو اسلحه دومتون. بعد این بخش دیگه توضیحاتی که داشت همینه. فقط این که بهتون بگم هر اسکیل پوینتی برای ابیلیتی خاص خودشه، یعنی اینطور نیست که من الان یه دونه اینجا مصرف کردم نه مثلا نتونم دیگه رو مدیکال این کار انجام بدم. نه، مدیکال هم اسکیل پوینت جدای خودشو داره. من تو که میبینین اینو من الان اینو آپگرید کردم، مثلا هیچ فرقی نداره، یعنی هر کدوم با اون یکی جداست. الان اینم مثلا مال اسکاونجره میبینین که باز کردم. و اینکه حالا اون بالا نگاه کنین لول 2 لول 3 اینا که اون بالا نوشته و پایینش عکس یه آدمی که داره فرار میکنه، اون اکسترکشن موفقیه که با اون ابیلیتی داشتین. من مثلا الان با همین اسالتل یه اکسترک موفق داشتم یا با اسکاونجر 2 تا داشتم. اینا نشون دهنده اینه که مثلا لول این یاروتون مثلا چقدر بالا میره. مثلا من اون اکسترکی که داشتم با اسالتر لوت خیلی سنگینی باهام بود، یعنی تقریبا نزدیک 1 میلیون لوت باهام بود و ازش اومدم و اکسترکم موفق داشتم اومدم بیرون و پوینت خیلی زیادی به من داد. یعنی بستگی به همه اینها داره. خب دیگه فکر کنم تموم شد. حالا دیگه همینجا رو بخوام بهتون توضیح بدم، سمت چپ پایین کاراکتر میتونین انتخاب کنین، کاراکتراتون رو بذارین یا میلی یا همون چاقو مورد استفادهتون رو بذارین و اینجا دیگه چیز خاصی نداره دیگه. همینجا ردی میکنین و حالا این انیمیشن ها هم که داره دیگه، اینجا دیگه استارت، فقط کافی استارت کنید و دیگه بریم تو بازی. حالا میریم تو بازی، من باز بهتون هم مپ رو توضیح میدم، همین که چی کار باید بکنینم اونجا بهتون توضیح میدم. میشه اینو بازی نکنیم؟ چرا؟ بچه ها خود دوست دارن ببینن شما هم اینجا رو بازی میکنی دیگه. به خدا اگه بچه های این مود دوست داشته باشه. من مطمئنم بچه های این مود دوست دارن، چون من خودم خیلی عاشق این نوع مودم. انقدر هیجانش بالاست. حالا شاید کالاف مثلا جا داشته باشه حتی تا 1 سال دیگه بخواد مثلا مودشو بهتر کنه، ولی از نظر من خیلی مودیه که باعث این میشه آدم اسکیل خودشو محک بزنه که آقا چقدر مثلا حرفه‌ایه. مگه نه بهار خانم؟ نه. خب بریم با چی میشه دیگه. برو بزن بریم. یه چیزی هم بهتون بگم، اسلحه و آرمورتون درصد داره، یعنی اینکه استفاده بشه درصدش کم میشه، دمیجش کم میشه. شما وقتی میگین تو اسلحه اینجا عکس یه پیشگوشی آچاره، وقتی اینو بزنی اینجا یه پولی ازتون میگیره ریپیر میکنه و این 100% میشه. حالا برای آرمور هم همینه. حالا از اینجا که هرچند میتونین آرمورای دیگه بخرین، همینجا که بهتون گفتم ببینین بنفش داره، لژندری داره، میتیک داره، اینا مثلا خب خیلی سطح بالاتر. همینطوری میبینین نگاه کنین لول 5 مثلا این لول 3 خیلی سطح بالاتری دارن از برای دفاع کردن از شما. و اینکه دیگه همین این بالا هم سمت راست پولتون عکس گاراژه بزنین، میایین توی اینونتوری خودتون و اینجا مثلا لوتایی که آوردیم خودتون رو قشنگ میتونید مشاهده کنین. اون بالا عکس یه سطل آشغاله رو وقتی که بزنین اینجا میتونید سلکت کنین و تموم این آیتمایی که مثلا آوردین رو بفروشین. همونجوری که اون بالا آبی نوشته توتال سل پرایس رو نگاه کنین 292,000 تا بالا نوشته، اینجا سل رو میزنین و اون پول بهتون اضافه میشه و همه اینها فروخته میشه. همش
که بفروشیم حتی من یک چند تا مداد نقره دارم. آره اکثر همش رو رد کن بره، چون پول بیشتر به دردت میخوره دیگه. باش میتونی اسلحه و اینجور چیزا بگیری. اینجا که مثلا بیاین تو شاپ نگاه کنین، اسلحه و آرمور و بکپک و اینا رو میتونی از اینجا بخری. خب بچه ها این بود از مود DMZ. سعی کردم که با اینکه ویدیو طولانی شد ولی سعی کردم همه چی رو بگنجونم و همه چی رو ریز به ریز بهتون توضیح بدم که یه تجربه قشنگ و خوبی داشته باشین از این مود، چون این مود خیلی جای پیشرفت داره و مطمئنم که کالاف به بهترین شکلی رو پیشرفتش میده، توسعهش میده. بخوام نظر شما چی بود راجع به این مود؟ منفی. آخه چرا منفی؟ از چیش خوشت نیامد؟ دوست داشتی اگه چجوری بود مثلا تو لذت میبردی از این مود؟ جنگی بزن تو دهنم دیگه باشیم، خب بکشیم، هیجانش بالا باشه، خشونتش زیاد باشه ها. آره آفرین. نه میدونی خشونت همراه با ملیحت. اینو حتما من ایمیل میکنم به شرکت سازنده که حتما مود اینج در این راستا به نظرم توسعه بده. میدونی یه ذره سریع‌تر باشه. این یه جورایی درامه. تو میدونی من چیزای درام بدم میاد. آره. خیلی بازی آرومیه. تو میدونی من فیلمش هم نمیتونم. آره آفرین، با صبر و حوصله باید واقعا بازی کرد. این خیلی آرومه و من نمیتونم انقدر بازی آروم باشه. آره متوجه. سری تمام بشه دیگه، یا بکشی یا بخوری تمام بشه. تمام شه بده. تکلیفت مشخص شه اون اول ها. والا خب بچه‌ها من سعی کردم دیگه همه چی رو بهتون توضیح بدم. دیگه همین بود. این مود DMZ کالاف بود و اینکه اگه از این نوع مودها خوشتون بیاد حتما بهم بگین که ما بازی‌های دیگه، حتی حالا همون پابجی یا بازی دیگه که تو این سبک هستن رو براتون بریم و بازی کنیم و تجربهش رو باهاتون به اشتراک بذاریم. بخوام شما صحبتی نداری؟ من مطمئنم که بچه ها از این مدا خوششون نمیاد خب و بهت نمیگن که بری بازی کنی. این یکی دیگه این که حالا اگر از این بازی خوشتون اومد، از این فیلم خوشتون اومد، ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برامون کامنت بزنید. امیدوارم که بچه از این ویدیوی ما خوشتون اومده باشه، هرچند که این ویدیو یه خورده طولانی شد. امیدوارم به کارتون بیاد و به دردتون بخوره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.